سال تا سال با بهتر گردیدن شرایط در مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت مسئولین ضرور شمرده‌اند تا برای باز هم بلند برداشتن مقام آموزگار در جامعه یکچند آزمون‌ها از جمله آزمون ولایتی بهترین خانه آموزگاران در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی در ولایت ختلان را به راه مانند. ریاست معارف ولایت ختلان و مرکز متدی تعلیمی آن پیوسته کوشش می‌کنند که مقام آموزگار در جامعه بلندتر شود و شناخته اعتراف گردد. از این رو با استفاده از تدبیرهای گوناگون از قبیل جلب لایحه‌های گوناگون به مؤسسه‌های تعلیمی، مستحکم نمودن پایه مادی تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی و همزمان استفاده بردن راه و واسطه‌های گوناگون تعلیم، متدهای گوناگون آموزش و دسترسی داشتن آموزگاران از این تدبیر، از این چاره‌بینی‌هایی که نامبر نمودیم پیوسته سمت‌های فعالیت ما را تشکیل می‌کند. آزمون مذکور در دو دور گذرانیده می شود. دور اول در شهر و ناحیه‌ها ماه ینور و دور دوم ولایتی تحت نظارت کمیته تدارکات آزمون ولایتی و کمیته اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم گذرانیده می شود. امروز با تقاضای زمان می باید پیش از همه برای آموزگار شرایط ضروری را مهیا نمود تا آن درس ها را با شوق دل گذراند. پس از 45 دقیقه درسی 5 دقیقه که به تنفس می براید، آموزگار اگر شرایط خانه آموزگاران مساعد باشد می تواند لااقل کم استراحت و نوشیدن قهوه کم خستگی و ماندگیش را برطرف کرده با روحیه تازه به ساعت بعدی درسی وارد شود. مقصد از اعلام نمودن این آزمون از آن عبارت است که باید آموزگار هنگامی به مؤسسه تعلیمی وارد شدن احساس نماید که او از همه جهت، هم از جهت اجتماعی و هم از جهت اقتصادی موقع کلان را کسب می نماید. از این رو بهترین خانه آموزگار برای شرایط مساعد فراهم آوردن در مؤسسه تعلیمی برای آموزگار است. اگر مکتب خانه دوم آموزگار اعتراف شود، اگر مکان معرفت ما مؤسسه تعلیمی را اعتراف نماییم، پس ما را می سازد که به این وسیله به قدر آموزگار در خود مؤسسه تعلیمی رسیم و به او جای مناسبی را، شرایط مناسبی را فراهم آوریم. از چنین شرایط سازگار در مرکز ولایت شهر باختر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 و 9 برخوردار می باشند. اگرچه از هر یک شهر و ناحیه یک خانه آموزگاران مؤسسه به دور ولایتی راه می یابد، ولی از مرکز ولایت این دو مؤسسه پیشنهاد شده است. خانه آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 3 واقعا هم از شرایط خوب از جمله 10 کامپیوتر برای انجام دادن کارهای آموزگاران، دسترسی کتاب‌های درسی و علمی و دیگر شرایط موافق به نظامنامه آزمون را دیدن ممکن است. با اطلاع مسئولین با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر و شریکان رشد احتمال تا آغاز فصل بهار یک خانه معلمان زمانوی پر را با تمام شرایط مورد استفاده قرار گیرد. چنان مشاهده شد در این خانه قسمت رنگ و بارکنی باقی مانده است و خلاص. باوری کامل دارم که این آزمون نه اینکه فقط برای یک اشتراک کردن در آزمون، بلکه دیگر مؤسسه‌های تعلیمی عبرت گیر می شوند و برای آماده نمودن کابینت های آموزگاران یا اینکه خانه آموزگاران تصمیم می گیرند و برای آموزگارانشان شرایط های خوبی اجتماعی و فرهنگی تشکیل می نمایند. باید گفت که دور دوم آزمون ولایتی بهترین خانه آموزگاران در مؤسسه های تحصیلات عمومی در ولایت ختلان ماه مارس برگزار شده. بهترین خانه معلمان مؤسسه غالب از جانب تدارکات با تحفه های خاطروی قدرشناسی خواهند شد.